داستان فیلم با زنی به نام آیرس شروع میشه. زن بیچاره‌ای که بعد از مرگ پسر کوچکش از لحاظ روانی کاملا از هم پاشیده. یک صبح وقت دیگه هنوز شوهرش خواب است، آیرس به سر صدا یک کارد کوچک را از لبه گرفته نجیب خود مانده و بعدش کشتی بازی پسرش را هم گرفته و از خانه بیرون میشه. آیرس دقیقاً به همان جنگل میره که پسرش در اونجا از بین رفته. در بالای کوه جایی که یک یادبود ساخته شده. کشتی پسرش را گذاشته و با کارت حروف اول نام خودش، شوهرش و پسرش را روی درخت حک میکنه. بعد آهسته آهسته به طرف لب پرتگاه میره تا خودش را پایین پرت کنه. ولی درست وقتی که میخواه بپره یک مرد ناشناس پیدا میشه. این مرد خود را ریچارد معرفی میکنه و میفهمه که آیرس میخواه خودکشی کنه، اما نمیخواه مانع شوه، فقط چند دقیقه میخواه با او صحبت کنه. آیرس قبول نمیکنه، ولی ریچارد با مهارت حرف زدنش شروع میکنه و به قصه گویی ادامه میده. میگه که قبلا موتر دزدیده و در دوران دانشگاه با دو دخترش کلیوی تصادف کرده. کلیوی مرده ولی او زنده مانده و بعد از ماه بستر شدن دوباره زندگی را شروع کرده. آیرس هم درد دل میکنه، قسم میکنه که روز حادثه با شوهر و پسرش به کوه رفته بودن. شوهرش مصروف کندن نامها روی درخت بود و بچهشان رفته بود چوب خشک جمع کنه که ناگهان از کوه پایین میفته. آیرس خود را مقصر میدانه چون نزدیکش بود ولی نتوانست نجاتش بده. بعد از مکالمه ریچارد میگه که میره و آیرس آزاد از هر تصمیمی که میگیره. اینجا چیزی در درون آیرس تغییر میکنه. نمیخواه بمیره، حداقل نه به این شکل. میدوه تا ریچارد پیدا کنه، اما وقتی میرسه به پارکینگ متوجه میشه که ریچارد موترش اینقدر نزدیک با موتر آیرس استارت کرده که دروازه‌اش باز نمیشه. ناگهان ریچارد پایین میشه که یک چتری. آیرس گیج میشه چون باران نیست ولی در دست ریچارد چتری است. در این وقت ریچارد برش میگه که این چتری در حقیقت یک دستگاه شوک الکتریکی است. فوراً آیرس را بیهوش میسازه، دست و پایش را بسته کرده داخل موتر میندازش. وقتی آیرس به هوش میاد خودش دست و پای بسته میبینه. میفهمه که اختطاف شده، در حالی که ریچارد او را به یک جای دور میبره. کوشش میکنه با ساعت هوشمندش زنگ بزنه ولی آنتن نیست. بعد یادش میاد که کارت را در جیب خود پنهان کرده بود. آرام آرام تسمه ها را میبره و همزمان از ریچارد سوال میپرسه درباره دوست دخترش کلیوی که حواسش را پرت کنه. اما ریچارد زرنگ است، میفهمه که آیرس بازی میکنه. با آن هم آیرس یک دستش را آزاد میکنه و با کارت به ریچارد حمله میکنه. موتر از جاده منحرف میشه و به درخت میخوره. هر دویشان زخمی میشه ولی جنگ هنوز ختم نشده. زد و خورد شروع میشه. آیرس میخواد با کمربند خفهش کنه ولی ریچارد دفعتا چوکی را میخوابانه و پایین میفتن. آیرس همراه چاقو بلند میشه در جان ریچارد ولی ریچارد خنده کرده یک راز وحشتناک را فاش میکنه و با آیرس یک دوا تزریق کرده که تا 20 دقیقه بعدش کاملا فلج میشه، اما ذهنش هوشیار میمونه، یعنی نمیتونه حرکت کنه یا حرف بزنه ولی همه چیز را حس میکنه. آیرس بعد از فهمیدن از اینکه ریچارد همراهش چیکار کرده پا به فرار میگذاره و در جنگل به دویدن ادامه میده و تایمر ساعتش را دقیقاً روی 20 دقیقه تنظیم میکنه. در همین حال بدن آیرس کم کم ناتوان میشه. اول انگشتان دستش کم کم از کار میمونه، بعدا یک پایش از کار میفته که در همین حال ریچارد دنبالش کرده میره اما پیداش نمیتونه چون او زرنگی کرده و در زیر ریشه درختان پنهان شده. در همین وقت یک اشتباه کوچک، وقتی که مورچه روی صورتش راه میره او ناخودآگاه تکان میخوره. ریچارد میبینش و تعقیبش میکنه. آیرس خودش را دوان به یک دریاچه میرسانه و خودش را پرت میکنه داخل آب. جریان آب شدید است اما خودش را به ساحل میرسانه. آیرس دقیقاً در کنار یک فارم از آب بیرون میآید. آخرین تلاش ها به طرف فارم میخزه و از درخت گرفته خودش بیرون میکنه از آب. وقتی طرف ساعتش میبینه 1 دقیقه مانده و همین قسم کشکشان طرف مزرعه میره ولی بدنش آهسته آهسته کاملا فلج میشه. وقتی آیرس روی مزرعه میفته یک مرد مزرعه دار او را میبینه و میای بالای سرش تا وضعیتش را چک بکنه و ببینه کی است. وقتی بالای سرش میرسه میفهمه که نمیتونه حرف بزنه ولی با حرکات انگشتش خود را مطمئن میسازه که ای زنده است و ازش سوال میکنه که چی شده ولی او نمیتونه جواب بده و از طریق حرکات چشم میفهمونه که مشکل رخ داده. بعد ازش سوال میکنه میتونی حرکت کرده؟ آیرس با دو پلک زدن جواب میده
که نخیر. مرد میفهمه که این زن زنده هست ولی حس حرکی نداره. مرد دمی جریان میره تا چیز بیاره که ایره انتقال بده و یک کراچی دستی را گرفته میه به خاطر انتقال آیرس که تا ایره بعد از انتقال با پلیس تماس گیرد. وقتی آیرس را به خانه میبره ناگهان دروازه تق تق میشه. آیرس با حرکات چشم و مرد میفهمانه که در را باز نکنه. اتفاق بد میفته. مرد ده همین لحظه آیرس را پشت کوچ پرت کرده میره در را باز میکنه. پشت در ریچارد است. ریچارد دروغ میگه که زنش مشکل روانی داره و از خانه فرار کرده، ولی نظر به وضعیتش مرد مزرعه‌دار شک میکنه و ریچارد داخل اجازه نمیده. دروازه را میبنده. باز هم ریچارد داخل خانه میشه. وقتی داخل میه این طرف او طرف میبینه. مرد برش میگه که از خانه بیرون شوه. ریچارد خاطر از اینکه مظلوم معلوم شوه شروع میکنه به گریه کردن. وقتی ریچارد کراچی رو میبینه میفهمه که اینجا چیز خبری است. مرد سر شک میکنه، به خصوص وقتی که تلفن ریچارد زنگ میخوره، در حالی که گفته بود تلفن نداره. ریچارد میفهمه که حال افشا شده و با مرد شروع میکنه به صحبت کردن که زن را در اختیارش قرار بده و اگر این کار را نکنه به مرد سخت تمام میشه. ولی در همین حال مرد مزرعه‌دار تلفن خود گرفته و به پلیس تماس میگیره. درگیری شدید رخ میده. مرد مزرعه‌دار قهرمانانه مقابله میکنه، ولی وقتی ریچارد زمین میفته و چاقو را پیدا میکنه مرد مزرعه‌دار را با چاقو زده و از بین میبره. و در همین حال آیرس از پشت کوچ تماشاگر تمام ماجرا هست و ریچارد حالا که میفهمه در دردسر کلان افتاده تمام خانه را میپاله و هر کنج و کناره خانه را جستجو میکنه تا آیرس را پیدا کنه، به غیر از یک جای پشت کوچ. ریچارد تیل گرفته تا قبل از اینکه پلیس بیاید تمام خانه را میخواد با آتش بکشه. ریچارد به خاطر از بین بردن رد پای و نشانی هایش تمام خانه را به آتش میکشه، ولی در همین حال آیرس که در داخل خانه هست و با سختی حرکت میکنه از این که در مانده تار پرده را کش میکنه تا سیگنال برسانه و نشان بده که در کجا هست و ریچارد متوجه کلکین شده و میفهمه که آیرس کجا است و برمیگرده که آیرس را با خودش ببره. وقتی آیرس را از پشت کوچ پیدا میکنه با خودش میبره به موتر. آیرس اگر اشاره نمیرسان بیچاره زنده میسوخت، ولی حال معلوم نیست که میمیره یا نه. ریچارد آیرس را گرفته و در موتر مرد مزرعه‌دار حرکت میکنن و در جاده موتر را تیز کرده میره که دفعتا تلفن ریچارد زنگ میخوره. وقتی تلفن جواب میده دخترش است و از اینکه نمره بالا گرفته مادرش گفته که میریم مقریه به خانه قدیمی ما چکر. حال آیرس میفهمه که ریچارد عروسی کرده و این دختر از زنش است که بعد از کلیوی دوست دخترش همرایزی عروسی کرده. بعدا ریچارد از اینکه زنش به دخترش وعده چکر داده عصبانی شده، همراه زنش هم گپ میزنه و بالاش قار میشه که چرا به دخترش وعده داده که به خانه قدیمیشان میرن و زنش هم قار کرده و تلفن بالای ریچارد قطع میکنه. ریچارد هم عصبانی شده و دمی وقت میبینه که موتر این مردکه هم تیل خلاص کرده و دور میزنه به تانک تیل. وقتی به تانک تیل میرسه و میبینه که باید پرداخت را به داخل تانک تیل انجام بدن. آیرس کم کم دست خود تکان میده و کمربندش را باز میکنه تا فرار کنه که همین وقت یک زن با بچه خردش میرسه و متوجه آیرس میشن. وقتی نزدیک موتر میشن مادرش صدا کرده و برمیگردن، ولی شک کردن. آیرس هم از اینکه اونا برمیگردن ناامید میشه و ریچارد خوشحال. بعد که ریچارد با موتر تیل مندازه میایه حرکت میکنن پیش موتر خود ریچارد که پیشتر حادثه کردن. ریچارد ریسمان را گرفت میگیره تا موترش را کش کنه که در همین وقت پلیس میرسه و مادر بچه خورد بعد از شک کردن با پلیس تماس گرفته. وقتی افسر پلیس پلیت موتر را چک میکنه میبینه که همون نمبر است که راپورش داده شده است. وقتی افسر از ریچارد نامش را پرسان میکنه میگه اندریو است و تذکرهش را نشان میده، یعنی نام اصلی ریچارد نه بلکه اندریو است. وقتی افسر درباره زن ازش پرسان میکنه داخل موتر، اندریو میگه که زنش است
و زنش از اینکه زیاد نوشیده بود اینجا حادثه کرده و ای آمده تا موترش را کش کرده و از اینجا برن. دوستان وقتی اینجا عوض میشه که آیرس قوت کرده شیشه موتر را پایین میکنه و افسر نزدیکش میره تا سوال کنه و مشکوک شده میبینه که سر سویچ بورد سرنج و دوا مانده تا بعدا دوباره با آیرس تزریق کنه. پیش از این که تفنگچی خود بکشه اندرو یک چوب را گرفته در سرش میزنه و از بین میبریش و جسدش را کش کرده در موتر خود پلیس مندازه و انفجارش میده. آیرس که توانایی حرکت پیدا کرده بود و با استفاده از فرصت سرنج را از روی سویچ بورد دزدی کرده بود در راه از اندرو سوال کرده میره و اعصاب اندرو را خراب میکنه و اندرو برش میگه بسته کدانته. باز برش میگه که زنا را اختطاف کرده باز خود را قوی میگی. همین قسم کنایه گفته اندرو را تحریک میکنه و اعصابش را خراب میکنه تا ای که اندرو موتر را استارت میکنه و برش میگه که قوی به خاطر است که بعد از مردن دوست دخترش دوام آورده. در همین وقت اندرو پلان تغییر میده. اندرو میخواست آیرس را ببره به خانه قدیمیشان و حال از اینکه فامیلش میایه و جای نداره میخواه که آیرس را در یک بغل از دریاچه پنهان کنه. در همین وقت آیرس پیچکاری را در زانوی اندرو زده ولی توان فشار دادن را نداره و اندرو پیچکاری را از دستش گرفته و دوایش را بیرو خالی میکنه. اندرو آیرس را گرفته و کشکده میبریش به دریا تا غرقش کنه. وقتی که دقایق سوار میشن آیرس چاقو را در کمر اندرو میبینه و با نیرنگ او را فریب میته و میگه آخرین خواهشش داره تا بازیچه بشگکش را برش بته و دهمی وقتی که خود خم میکنه کارت را از کمرش گرفته و در گردن اندرو فرو میکنه. اندرو خونریزی کرده تفنگچه‌ش میکشه ولی پیش از اینکه فیر کنه قایق تکان خورده و مرمی‌هایش به قایق برخورد میکنه و دوباره برمیخیزه. آیرس با مرمی میزنش و اندرو در آب زخمی میفته. آیرس خوشحال میشه که نجات یافته بعد از اینقدر درد ولی میبینه که در فیر کردن کشتی هم سوراخ شده و پر از آب میشه و خاطر دوا حرکت کرده هم نمیتونه. آیرس در آب غرق میشه ولی کم کم دوا اثرش تمام میشه و بالاخره دوباره میتونه شنا کنه و خود را نجات میده. وقتی آیرس به ساحل میرسه در همین وقت چشمش به اندرو میخوره و او را نیمه جان پیدا میکنه. نزدیکش میره و به چشمایش نگاه کرده و آرام میگه تشکر و بدون از اینکه کمکش کنه همونجا رهایش میکنه تا بمیره. خلاصه این فیلم نشان میده که حتی در تاریک‌ترین لحظات امید و مقاومت میتونه انسان را نجات بده. آیرس قهرمان واقعی بود چون تسلیم نشد.